برخی از این بزرگان با وجود همه اثراتی که بر جای گذاشتند، هنوز هم در نزد مردم به درستی شناخته شده نیستند. خبرگزاری تصنیم در ادامه سلسله گزارش‌های ستاران مدفون در تخت فولاد در این گزارش به معرفی آیت الله ملا عبدالکریم گزی می‌پذارد. آخوند ملا عبدالکریم گزی فقیه و مجتهد، مدرس و محقق، عالم ربانی و فقیه خدوم، فرزند ملا مهدی بن حاج محمد بن حاج محمد باقر بن ملا علی است. وی در حدود سال 1260 قمری در قریه گز برخار دیده به جهان گشود. پدرش ملا محمد مهدی از افراد خیر و نیکنفس روزگار خود به حساب می آمد. عبدالکریم بعد از گذراندن ایام کودکی، عمده‌ترین ایام تربیت و رشد خود را نزد پدر و داعی خود مرحوم ملا محمد باقر بن ملا محمد تقی برخاری گزی معروف به ابوالفقرا مرگ 1386 قه که از علما، ادبا و شعرای زمان خود به حساب می آمد طی کرد. وی همچنین از اساتید مبرزی مانند میرزا محمد حسن نجفی، میر محمد صادق کتاب فروش، میرزا ابوالمعالی کلباسی و حاج شیخ محمد باقر نجفی مسجد شاهی بهره برده است. وی سپس برای ادامه تحصیلات راهی عتبات عالیات شد و در حوزه علمیه نجف از محضر آخوند خراسانی، حاج سید حسین ترک، کوه کمری و حاج میرزا حسین خلیلی و آقا میرزا حبیب الله رشتی استفاده کرد. وی در سامرا نیز به محضر آیت الله حاج میرزا محمد حسن شیرازی رسید و از جلسات او بهره‌مند شد. مدتی هم در کربلا از محضر شیخ علی نقی برقانی هایری بهره علمی برد. آخوند گزی در سال 1298 قمری به سن 38 سالگی موفق به اخذ درجه اجتهاد شد و در همان سال به شهر اصفهان مراجعت کرد. صاحب طبقات اعلام شیعه، آخوند ملا عبدالکریم را از بزرگان علما و فقهای سترگ و متبحر دانسته است و وی را در زمره عرفای صالح و رجال متقی و زاهد که دلبستگی به دنیا نداشته اند توصیف می کند و از حسن اخلاق و معاشرت نیکویش با مردم یاد کرده است. شیخ آقا بزرگ از نشست و برخاست آخوند گزی با اقشار محروم جامعه و داوری او در مدرسه نیم آورد و مجالستش با فقرا یاد کرده است. میر سید علی جناب که معاصر با آخوند بوده است نیز می نویسد در مواقع مرافعه به منزل مدعی یا مدعی علیه بی مضایقه به مهمانی می رفت و به همین سبب ملاطفتی که نسبت به دو طرف ظاهر می ساخت غالباً خشم آنها را فرو می نشانید و کار را به اصلاح می گذرانید و مهام قضایای اختلافی اصفهان و اطراف به اقدامات او فیصله می یافت. مرحوم استاد حمایی درباره زهد استادش می نویسد با اینکه 30-40 سال تمام امور قضایی اصفهان و توابعش در دست او بود، شبی که درگذشت خانواده او نفت چراغ و نان شب نداشتند و مرحوم فشارکی از محل وجوهات حواله داد تا برای خانواده او شام شب و لوازم معیشت تهیه کردند و من خود یکی از حاضران آن واقعه و مباشر آن خدمت بودم. مرحوم حمایی در جای دیگر اخلاق و شخصیت والای استادش را ستوده و آورده است. وی همه نوع حق ولی نعمتی بر من دارد. گاهی کتاب‌های مورد حاجت مرا از محل موقوفه‌ای که مخصوص این کار بود برای من تهیه می‌کرد، در صورتی که دیگر مراجع حتی کسانی که موقوفات کلان برای همین منظور در دست داشتند دیناری به طلاد کمک می‌کند. ستارگان مدفون در تخت فولاد، آیت الله شمس آبادی خدمتگزار دین و حامی فقرا بود. آسان آیت الله گزی. از آخوند گزی تألیفاتی بر جای مانده است که عبارتند از رساله عملیه، تذکرة القبور، معروفترین اثر وی در شرح حال قریب 100 نفر از علما، عرفا و بزرگانی که در شهر اصفهان و توابع آن مدفونند.
این کتاب به سال 1324 قمری در زمان حیات مؤلف برای نخستین بار به چاپ رسید و جمعی از دانشمندان بر آن حواشی نوشته‌اند که از جمله آنها میتوان سید شهاب الدین مرعشی نجفی، جلال الدین حمایی، میرزا محمد علی معلم حبیب آبادی، سید عبدالحجت بلاغی، سید محمد رضا خراسانی، حاج ملا حسین علی صدیقین، شیخ محمد رضا حسام الواعظین، سید مصلح الدین مهدوی را نام برد. رساله اصول دین که در سال 1335 قمری به چاپ رسیده است، حاشیه بر کتاب طهارت شیخ مرتضای انصاری که در نجف اشرف توسط ایشان در 24 برگ کتابت شده است. رساله‌ای در حجیت مزنه، دیوان اشعار و مثنویات با تخلص مهدوی که به انضمام تذکرة القبور به چاپ رسیده است. رساله‌ای در شهرت، رساله صیغ العقود، رساله الاذن در خصوص معنی اذان، اقسام و احکام آن که مؤلف در 6 مقام به تبیین موضوع پرداخته است. حاصل سالها تدریس آخوندگزی تربیت شاگردان بسیاری بود که برخی از این دستپروردگان محفل علمی او عبارتند از سید حسن مشکان طبسی، سید محمد تقی موسوی اصفهانی، صاحب مکیال المکارم، شیخ غلامرضا یزدی، فقیه خراسانی، سید احمد خنساری، جلال الدین حمایی، سید محمد حسن نجفی، آقا نجفی قوچانی، سید حسین موسوی خادمی، حسن وحید دستگردی، سید عبدالحسین طیب، میرزا فتح الله درب امامی، شیخ عباس علی ادیب حبیب آبادی، سید محمد حسن روزاتی، سید محمد مقدس بیدابادی. این کتاب به سال 1324 قمری در زمان حیات مؤلف برای نخستین بار به چاپ رسید و جمعی از دانشمندان بر آن حواشی نوشتند که از جمله آن